متاسفانه با خبر شدیم که رهبر معظم انقلاب کاش امروز دروغ باشه. آقا جان، آقا جان، آقا جان یتیم شدیم، بی‌بدر شدیم. نمیتونم باورش خیلی سخت. این داغ خیلی بزرگه، خیلی سنگین بر مردم ایران. از وقتی که شنیدم خبر تا همین الان واقعا نتونستم تو خونه بشینم. رهبر ما مظلوم بود، همه گفتن میره تو پناهگاه، رهبر ما تو پناهگاه نبود، تو این جنگ در خانه خودش به شهادت رسوندن رهبرا. به اسرائیل جنایتکار چی میخوای بگی؟ از پا نمیشینیم، انتقامشو میگیریم. تا توان داریم خودمون، بچه هامون، نسلمون اجازه نمیدیم که خونه آقامون پایمال شده. اصلا صحنه رو خالی نمی کنیم. همه ما اگر بمیریم یک ذره از خاکمون رو به دشمنانمون نمیدیم. درسته عزا داریم ولی ما پای انقلابمون میمونیم. من نه در 50ام، نه در 60، نه در 70، در 90ام. میخوام بگم آقا جان من شهرمندتم، تا بودی برات تبلیغ نکردم، اونایی که گمراه بودن نتونستم آگاه کنم، اما الان بهت قول میدم، که یه کاری میکنم انقلابمون جهانی بشه. بهت قول میدم پای انقلابم میمونم، تا الان هم بودم، از این به بعد بیشتر میمونم، 2 برابرشو میمونم.